اینجا چند تا حروف نوشته که میگه اول اسمش الف ب پ سی شین یا میم یا نون و یه هستش. تو اسمش یه حرفی تو این فرم وجود داره. واجه خوب دونستین. تابلوی دیگه نصف الفبا رو شمردم، مسلما یکی از این حروف تو اسمش هستش دیگه. وای خیلی بده؟ اصلا فکرشو نمی‌کردم. نه بابا الکی کردم یه خورده هیجان زده. یه مشکل بزرگی داری که نمیتونی حلش کنی و چاره‌شو نمیدونی چیه. چقدر راست میگین. خب مسلمه دیگه، مشکل نداشتی پیش من بدبخت نمیومدی که. و اینکه میگه یه پول مختصری قراره بیاد دستت. من که کسی رو ندارم. شاید صاحب کارت، سر کارم نمیرم آخه. شاید خانوادته، فکر نکنم. پارتنرت، اصلا شاید کسی هستش دیگه. بالاخره زهرماری قراره بهت برسه. بیا اصلا نخواستیم، بیا رسید بهت. برو بمیر دیگه با این وضعیت. نه پول داری نه هیچی. طالعت هم که ماشاءالله